بهترین فلافلی آبادانی رو یادت بدم که تا حالا هیچ آموزش ندی. بریم با هم دیگه 7 کیلو فلافل آبادان درست کنیم. چطوری رفیقم؟ امروز میخوام بهترین فلافلی رو یادت بدم. فلافل آبادانی یادت بدم. راز فلافل آبادان میدونی چیه؟ بریم تا آخر ویدیو تا بهتون بگم رازشونو. اول خودتون رو درست خیس میکنید و ادویه فلافل، نمک، فلفل قرمز، مقداری زردچوبه و پودر سیر و پودر پیاز بهش اضافه میکنید. این فلافل حرف نداره، حتما امتحانش کنید، عاشقش میشید. حالا میاید موادتون رو اضافه میکنید. پیاز، سیر، فلفل دلمه و پیازچه رو بهش اضافه میکنید. موادتون رو میریزین داخل دستگاه، موادتون رو خوب با هم دیگه میکس